Rahim Production. زندگی این روزا استویکه تمام کردیم. پیش رمضان همه چیزا رو پیماچی داره. نمیدونم چیکار کنم. دست دمیانت با آمدی کسیت کرده دسته؟ نه جان اخی افتاب گرم شید. استویکه هم روز تمام کرد این کارا. افتاب گرم شید گفته در خونه هیچی نیسته. بغض اینم دو چی دیگه هیچی نیسته. ای شکر که زنگ جان همه شکرو؟ او هیچ نیست. من چخله اوقات کنم از باغ جغ دا آسمان میبره که اوقات نکردی گفته. قد مرده که بمیانی تو. مشته همی خیلی هم زندگی هم ده. زنگ جان تو خواهد که همش خوب میشه. آخی من خونه یا چم آمدم بچه خیلی گفته ای اول خونه تربی مرده که میخواه بمیان نشیده آخی. زنک من هم فکر میکنم اخی همین کار نیست چیکار کنم همین کار باشد من میکنم اخی من روزی دروز پس زندگی میبرم کار میکنم میدوم خیست رویکت تمام شید کار میکنم گفته چیکار کردی من یکم کار شما رو ندیدم کو زنک نوشگری نکه اخیر من میدونی که تو را دوست میدارم به خاطر تو همین کارا میکنم هم خیلی دوست داری تا نکن این خیلی نمیقچیه نه اوقات میکنم نه هیچی اوقات نمیخورین دیگه ها در خاطرتون زنم پگه سهر گفتن اوچه شما میبیویه در خونه یا اینمی سبزیه یا پیازه انا میره اوقات میکنم در پیش اوچهت میمونم فهمیدی؟ زنک دیگه من مرغ نوشکی آوردم که اما اوچم بیاد دو نوشکی که سرخش که زیغ میشود اون نوشکی آوردگی تا اوچم اومدگی بود دینه در پیش او اوقات کرده بودم هیچ گم نزنک جون شما فکری اوچه اختو نمیکنه فکری اوچه مرا نمیکنه من فکری اوچه ما میکنم زنک جون ما مردکم من با میبیارم قرض میکنم لیکن من اوچه ترم ما بعد اوچه خودم میدونم من یافتگی ما میبیارم من فکری خونه و دارم میکنم تو زیغ نشو من برای اوچم هیچ گپ نه با اوچه دا کردی خوب کردی بیام دوزو خونه فرزند شما ده یکم گپ نداره با من میرم یه جو کار میکنم قرض قبولا میکنم با میبیارم با اوچه من مهمونداری میکنی هیچ گپ نه تو زیغ نشو التماس زنک جون در این پسیو باید تو منو بفهمی ایرا هرگیز زاید نبرار خداوند کم ریسک کرده و بریسک نکرده ممکن سنجش خداوند باشه یه روز یا پگه حتما یک جای کاری نقض میبیم ما صاحبی همه چی با میشیم توی قدر غرغر نکن بالای سوختن نمکام نریزنه مرا مردکم ناموز دارم انشالله همش بود میشود همه قطیش یک متر کفن برده یا نه این خونه داره ما قطیمون نمیبریم پول کشید همشه خوب میکنیم آخه ای مردک زندگی خمان که جدا هیا همین اوچه تا زندگی جدا چی باگه نمیبیا در زندگی ما چقه میشه هر روزی در روز میبیا جنگ میشه میخیزه میروه زنک جون آخه تو میدونی که من در زندگیم غیر یک پدر مادر هیچ کس دیگه ندارم خیلی سینساشون به یک جور رسیده است آخه باخی نگو آخه زنک جون میدونی که آدم سینسالش به یک جور رسید مثل کودک میشه طاقت کن زنک جون التماس من رو در این پسیو بفهم آخه مرا گوش که این قصالی که زندگی کردیم در همه پیش ما چقدر ما قدر دارم ای زنک جون انا این دیگه گفت تو میدونی برای ما مادری فرزندای من هستی تو بهشتی روی زمینی برای ما فقط همی گفت تا میگی زنک جان تو بهشتی زمینی مایی بهشتی مایی از راستی میگویم زنک تو بهشتی روی زمینی من هستی که در این بیکسی و تنهایی و در این ناداری من با من طاقت میکنی آخه مرا گوش که مرده خیلی چیده اوچت میبیایه یک بار پشتی مرا نمیگیری یک قغرغر میکنه چی با یک بار پشتی مرا نمیگیری زنک جان تو بهشتی روی زمینی برای من ولی هرگز یک چیز رو از یادت مبرار که بهشت در زیر پای مادران است
سخنهای ناجا گفتم شما در مرا ببخش. اشکال نزبر جون من میفهمم همه این از تنگی روزگار است ولی پر صبر و تو اندیشه باش دیگر هرگز سخنهای ناجا گپ نمیزنم. خوبه شکرانه خدا این چند رو با بودی؟ حالا یک 28 تشید این حقیقتی 29 تا یک دیگه با 30 تا شهر رای جان با عبید کنه میگم بعد عبید میکنی؟ گرمی باچه دی گرمی را بی کار بشه واقعی یا عبید کانتر دام بگی ها؟ رئیس با گفتم یک تستر کنیم باید زندگی شما واقعی رئیس جان حالا بردم و باید شما بختم انای شنبالیم بزیم یک دیگه شما با عبید کنم چی نشه خیلی برای کار ما اینجا داریم خزان رحمه رئیس جان مای رئیس خوب مایده علیو رئیس اوضاع میفرده همین رئیس اوضاع میفرده همین دویم در برمون در پسی بلندی دست منو میگیره خدا احکام نشه سری زمین گشتم چوکری زنه ولی نرس چوی زنه کانتر دام بگیرم چوکر را خب بینستی رفتم زنه اجرا کردیم خلو رسمی بلوکر همه را جمع کردیم همه یک استورا کانتر نسترینش نبود رفتم سهر خورده بود پس عبید در کورا بود همه قزن زن تلفون را جواب نداد میگم ما اوش پاشم کم نباشه یکی همی صبح کار کرده گه یا نمی کارشون کار کردم ای خیلی مردک همون اولیکای هوا را زیادتر کنم همون را میگم که اگه خدشون مسئولیت کنم کانتر ماهاشون را زیادتر کنم زیادتر کنم کار که پیسترک میکنم مثال امروهاشم میایم ثواب بیاخه همون را میگم دیگمش به نسترین خیلی نصیب بید دفعه مخرج کنم دفعه مخرج کنم مهنت کردی اینا هری با وردی پوش تمام قاق شدن هندم شما از بابا الان شیطوره تو از بین ترش ها گودکان نغلطه کو بیو کو قربان جان بیا جا کویا سویگی دایا مسئولیت کریم آز رئیس با همیشه هی اوفرین درمی هفته و های کار میکنی دا لبه رئیس با لبه رئیس کو چو کردی؟ سلامتی خوبای کرو خوبای این پاک زبود کردی کو؟ خیلی شکونه پرایی اوشته اکه ای تمام فوندامتی خانه دا میگذاری؟ ها اکه انا اصولی وکی پیچورم بیارم با اصوصا که گیچه میریزیم بعد میبرداریم شکر بهترین تو اولی که چند قمه گرفتی قربان جان؟ خیلی احنا مسئله کردیم که 1000 سومون 1000 سومون؟ و اکه ما پساب نیکم که یاردم چی همین توست ها اومده نه ما تدا یک سورپریز دیگه دارم قربان جان این اینجا اینه 1.5 هزار ای فهمیدی؟ 1.5 هزار ای
این 500 دیگهش تو دا پدرکای دیگه عیب هست فقط 1,500 میگیری اویلی تا فهمیدی؟ لیک کار دا دیگه دیر نکی سری وقت کار دا بیو مایلاش فهمیدم اکا من کارم کم تموم و یکنم بر وقتا خونه برم از سارسی من ترم این استورا 1000 سوم میدادم 8 بار 8 قد میشه 1000 رحمت میگو این بارا اویل چه باران کردیم نه رحمت مونگو نه یکون سخن دیگه خواهی بیو بار بسش چه در پاکم باید چه؟ السلام علیکم بیا رئیس بابا استاد کار تمام کردن عبید رفتن ما اینجا کار ترک میدن روز کردن این چی گفت؟ همه نزده رئیس همه نزده مایلا ما چند باره میام درتون همه تفتر میکنم این نه کارتون پیش رفتیسه نه جو درتون محکم رئیس بابا چی یگان چی نگو بیگانی با خونه را بیا ما قطعیت صحبت علایده میکنم که خیلی کار پیش نمیروم استاد اومده بودن کو مایلاش ما اصورانه تخد نازی ما بیا بگونی ما قطعیت صحبت جداگانه میکنم مایلاش ما دگاورا قطعیت دیگه خیلی کار گردم با وابشه کارانگی دیگه گیرم مایلاش خیر ما میرم بیگه اترا ما داخله اجداد میکنم رئیس بابا رئیس بابا تمام کردم بیا من نازه هم جا خوبه تمام کردم رئیس بابا گفتون یا همجا میشتیم رئیس بابا باسم بنزه بره بولو بگذار وقتا دا کنوشنی بیشورا خود تاگی مونده چی رئیس بابا تمام کرده ما گفتم یا دست رو ما بشون خونه برم با گفتم شما فاید کرده بودیم شما یا بینم با برم یا دست ما بشون برم خونه که رئیس بابا اینا کورم تمام کرده قربان جان میدونی برای چی من شما رو اینجا دعوت کردم نمیدونم برای اون خاطر دعوت کردم دوست عزیز که شما میدونید که من این 2 ماه میشود که معاش شما رو 1,500 سومون کردم لیک پیش 1000 سومون میگرفتید ها روز ماهی گذشته که یک روز با کار حاضر نشدید من همین قدر با شما زنگ زدم و جای کارتون رفتم شما در کار نبودید ما همراه اویلا مصلحت کردم که شاید زندگی شما خوب نباشد ممکن اویلا که شما نرسد در زندگیتون مصلحت کردم که اویلا که شما رو زیاد کنیم نیست زیاد کردم 1,500 سومون بر شما دادم لیک شما میدونید که این ماه اویلا که شما را من 1,500 نه و 1000 سومون میتم 500 سومون اویلا که شما بریده میشود با اون خاطر که شما در این ماه هم سری وقت با کار حاضر نشده یکون چی گفتنی؟ رئیس جون من 1000 سومون در روزیم 1000 سومون اولیک روزیم برای چی قربان جان من یک کاری تو در حیران شدم در کدام کار رئیس جون برای چی ماهی گذشته که من ترا 1,500 سومون اویلک دادم شما 1000 سومون میگرفتین 1,500 اویلک دادم وقتی که پول گرفتین یک بار سینما نگشتین که یک بار رحمت بگین یاد دارید دفعه پیشینش که 1000 سومون معاش میگرفتین 5-6 بار گیردم چرخ زدی رئیس 1000 آمد ما سببش نفهمیدم سببش در چی بود که یک بار تو نسبت من نگفتی که رئیس 1000 آمد که معاش مرا زیادتر کردی چون بیزور معاش مرا کم کنیم لیکن نمیخوام شما رو غمگین کنم برای چی؟ میدونی چی رئیس جون همون روزی اولی که من با کار نیومدم خب دوام برای من فرزند تو کرد
فرزند بهترین ماشاءالله. بعدی که من نیامدم و دوباره با کار برگشتم شما با من معاشم رو 1000 سومون نیاد 1,500 سومون بده. من برای چی با شما منتداری نکردم و رحمت نگفتم. باری اول شما با جای 1000 سومون با من 1,500 سومون معاش داده و من از شما و از خداوند شکرگزار شدم که خداوند برابری به من فرزند عطا فرمودنش ریزقش رو هم به واسطه شما به من فرستاد. اما این ماه که شما از سر معاش من 500 سومون مرا بریده باز هم از شما گیرمان نیستم، چون که این ماه خداوند فرزند رو از من گیری و ریزقش رو هم با خودش بود. Rahim Production.